پول ندارم. من به خودم نمی‌رسم پول بگیر. اگه خب بعد خاله نگاه کن. خب من پول ندارم، باید پول از کجا بیارم؟ تو مدرسه بیا. کجا؟ تو مدرسه بیا بپول. تو مغازه؟ آره. نه تو گفتی از دایی حسین پول بگیرم. نه تو مدرسه پول بگی بیا خونه. من تو خونه میمونم. من بیام بشت. خب. اگه بیام خونتون من میخوام بیام تو مدرسه. خب تو مدرسه عزت میکنم. خب بعد من تو خونه من نمیخوام خونه بخوای. این خونه رو دوست دارم. این خونه رو دوست داری؟ آره نمیشم خونه بخوای. من نرم هیچ جا؟ نه خونم عوض نکنم؟ نه. چرا؟ به خاطر که تو این خونه رو دوست داری؟ این پاره میکنه. این پاره میکنه بس. چی؟ این خونه نداری بس. آها بعد دیگه من این خونه رو ندارم اگه از اینجا برم؟ نه. آره میدونم. آره میاد خونه رو میکشه. آها خب بعد من گفتی اگه پول نداشتم. من پول دارم؟ نه نداری. تو مدرسه پول میدی. بعد از کی بگیرم حالا؟ از تو مدرسه پول بیا من بهش تو هستم. بهم تو بشیرم منم. خب بعد تو یادم هست بگی؟ نه ندارم دنبال آهنگ میگردم. برو بشین خاله بشین. خب غذا تو خوردی تمومش کنی؟ چون پول نداری. به خدا پول نداری. به خدا اگه پول نداری بس. میدونم خاله ولی چی کار کنم؟ پول نداری. تو پول نداری. خب بعد چی کار کنم؟ اون وقت خونه رو عوض خونمون عوض کنیم؟ نیزم خونه جو عوض کنی. میشکنیش؟ آره. خرابش میکنی؟ آره میشکنمش. میخوره خرابش. بعد من میشکنم.